مطمئنم بعد از دیدن این ویدیو دیگه هیچ وقت از بیرون پیراشکی نمیگیری، چون تو خونه خیلی راحت میتونی درستش کنی. خیلی خوشمزه تر از پیراشکی بازاری میشه. تازه کار کردن با خمیر و درست کردنش هم خیلی میتونه لذت بخش باشه برات. برای درست کردنش به یه لیوان شیر ولرم شکر خمیرمایه فوری رو اضافه کنید و مخلوط کنید. در ظرف رو بذارید به مدت 10 دقیقه تا روی این ترکیب حباب بزنه. اینطوری متوجه میشید که خمیرمایه‌تون سالمه. توی ظرف دیگه به تخم مرغ، شکر و وانیل و نمک رو اضافه کنید و مخلوط کنید. حالا نوبت اضافه کردن کره همدمای محیطه. در حد مخلوط شدن هم بزنید تا به این شکل در بیاد. ترکیب شیر و خمیرمایه رو هم اضافه کنید. حالا کم کم آرد و الک کنید تا جای آرد رو اضافه کنید که خمیر به دستتون نچسبه. حدود 10 دقیقه ورز بدید و روش رو بکشین و توی دمای محیط 1 ساعت به خمیر استراحت بدید. پف خمیر رو بگیرید و روی سطح کارتون خمیر رو باز کنید. ضخامتش نباید خیلی کم باشه نه خیلی زیاد. حالا با هر وسیله‌ای که در دسترس دارید دایره درست کنید و 20 دقیقه دوباره اجازه بدید استراحت کنه. حالا نوبت درست کردن کرم شکلاتی. شیر و شکر و آرد رو به همراه تکه‌های شکلات مخلوط کنید. وقتی به غلظت رسید کرمتون آماده است. پیراشکی‌ها رو توی روغن سرخ کنید و وقتی که یه طرفش سرخ شد برگردونید تا طرف دیگه‌ش هم سرخ بشه. حرارت هم متوسط باشه که داخلش هم حتما بپزه. حالا یه سوراخ ایجاد کنید و داخلش رو از کرم شکلاتی پر کنید.